درست مثل قمر که 90 سال پیش ما وایساده برای مرد و زن کنسرت داد. چون قمر خواست و تونست، ماها میتونیم که بخوایم و بشه. نه تنها اولین زنی بود که آواز خوند، بلکه تو زمان خودش کمپانی صفحه پرکنی هم از اروپا میومدن ایران که صداشو ضبط کنن. آره. آوازهای قمر هنوز هم که آواز ملی دارن برامون، مثل مرغ سحر. ببین قمر مال کی بوده و اثری که گذاشته چقدر طولانیه. گفتم اون روزم برات که استارت کنسرت از زمانی خورد که دلم خواست یه بزرگداشت برای قمر که وزیری بشه.